خب در این بخش میخوام بهتون توضیح بدم که سرژا پوپوویچ چه راهکارهایی ارائه میکنه تو این مصاحبه. در وهله اول میگه که هر کسی فکر میکنه که دیکتاتور خودش از همه دیکتاتورها بدتر و آدمکشتر و جنایتکارتره، در حالی که همه دیکتاتورها درسته که با هم یه تفاوت‌هایی دارن، اما نقاط ضعف همشون تقریبا شبیه به همه. از جمله راهکارهایی که میگه اینه که یک جنبش افقی رهبر نداره. یک جنبشیه که یک گروه کوچیکی ابتداعاً میشینن، نه بیشتر از 10 نفر میشینن، با هم فکری میکنن و یک مانیفست تهیه میکنن. یعنی اینکه آینده ایران رو چطور میبینیم. آیا مثلا یک ایران سکولار میخوایم، جمهوری میخوایم ایران کماکان مثلا در کشورهای منطقه دخالت بکنه یا نکنه، وضعیت حقوق زنان چطور خواهد بود، وضعیت اقلیت‌ها چطور خواهد بود. و این باید یک صفحه آچار باشه به شکل بولت پوینت که اون 10-12 نفر جوونی که قرار ایران آینده از آن اونها باشه راجبش به یک توافقی میرسن. با توجه به اینکه در دنیای مجازی زندگی میکنیم، این مانیفست پخش خواهد شد و اون طبقه متوسطی که حاضر نیست بیش از حد هزینه بده، یک تصویری از اون آینده‌ای که اون گروه ابتدایی برای خودش متصور میشه رو در دست میگیره. سوالی که در 2022 خیلی اتفاق میافتاد پس از اعتراضات مهسا امینی این بود که همه میگفتن که خب حالا اینا برن قراره کی بیاد. در نتیجه شما باید یک تصویری بدین از آینده اگر که میخواین آدم‌ها همراهتون بشن. مرحله بعد اینه که بدونین که قرار نیست رهبری مرکزی وجود داشته باشه، به این معنی که این مانیفست پخش میشه و بعد میره توی محله ها، میره تو جاهای مختلف و گروه های محلی که هر کسی خودش محله خودش رو بهتر میشناسه شروع میکنه ایده پردازی کردن که ما چطور میتونیم یک کارهای جمعی بکنیم که در ابتدا به خواسته های اولیه برسیم. اگر که ما یک جنبش هوشمند داشتیم 2 سال پیش، باید متوجه میشدیم که این جنبش دستاوردهای بزرگی داشت و این جو ناامیدی نباید اتفاق میافتاد. این که الان بسیاری از زنان علی رغم سرکوب بدون حجاب در خیابون ها هستن، این دستاورده و دستاورد بزرگیه. نباید این جو یأس و ناامیدی اتفاق میافتاد بعد از اون اعتراضات، اما متاسفانه اتفاق افتاد. چیز دیگه که سرژیا روش تاکید میکنه داشتن یک نماده، یعنی یک همون گروه اولیه یک نمادی برای خودشون طراحی بکنن که این نمادو بشه همه جا شناخت. کم کم همه جای ایران و خارج از کشور وقتی که این نمادو ببینن بدونن که خب این نماینده اون جنبشیه که این خواسته ها رو داره. و مرحله بعدی پیدا کردن راه‌های خلاقانه‌ایه که هزینه جانی نداره واسه آدم‌ها، مثل کمپین هایی که کم شاهدش نبودیم آنلاین، کمپین هایی که آدم‌ها میتونن با مثلا پنهان کردن صورتشون بهش بپیوندن و اعتراضشون رو نشون بدن. هر دونه این قدم‌ها ایجاد یک ترک در اون تصویر اقتدار دیکتاتوره که مهمه و این دونه این قدم هاست که شما رو به نتیجه میرسونه. نمونه هاش هم خیلی زیاده. یه وبسایتی رو انداختن به اسم Tactics for Change که من لینکش رو میذارم، که نگاه کرده به جنبش های مختلف در سراسر جهان و نگاه کرده که هر کدوم از اینا از چه تاکتیکایی استفاده کردن. خیلی وقتا لزومی نداره حضور در خیابون آخرین مرحله یک اعتراض، یک جنبش اعتراضیه. شما اساسا نباید به دنبال این باشین که کشته بدین. شما اگر که میخواین جمعیت بیشتری باهاتون همراه بشه، راهش اینه که راههای خلاقانه بدون هزینه مالی و جانی رو پیدا بکنین و همه اینها نمونه‌هاش بوده، در کشورهای دیگه هم بوده و به همین دلیل هم مطالعه کردن، بررسی بقیه جنبش‌ها در جهان بسیار مهمه. فکر کنم همین بود، چیز دیگه الان یادم نمیاد. منتها باز تاکید میکنم که کتاب طرحی برای انقلاب رو یک فرد بینامی منتشر کرده، گذاشته روی اینترنت که
شدیداً توصیه میکنم بخونین و این تاکتیکس فور چینج رو هم نگاه بکنین. از اینجا به بعد همه چیز بر عهده اون کساییه که به دنبال تغییرن و به دنبال خشونت پرهیزی هن، به خاطر اینکه یه چیزی که سرجیا بارها تاکید میکنه توی این مصاحبه و حرفاش با من این بود که یک نمونه وجود نداره که از دل خشونت، از دل دخالت نظامی، از دل حمله یک کشور دیگه کسی به آزادی رسیده باشه. رهبران آینده ایران از داخل ایرانن، خلاقیت در دست اونهاست، بسیار هوشمندن، بسیار پیشروان، بسیار خلاق و خوشفکرن و چیزی که سرجیا مثال میزنه تو مصاحبه میگه که ایرانی ها بازی شطرنج رو اختراع کردن. اگر که بتونن خودشون رو سازماندهی بکنن قطعا میتونن از پس این حکومت هم بر بیان. کماکان توصیه میکنم به این مصاحبه ببینین، ولی اگه ندیدین این خلاصه کوچولوش بود.